چی شده؟ چی گپ است؟ این چی کار است؟ آلی چرا دروازه را قفل میکنی؟ داخل شلل زود. نه چرا دروازه را قفل کنی؟ پس کو مریم چرا قفل نکنم؟ نه تو چه کاره که دروازه را قفل کنی؟ داخل برو. داخل برو. آرام باش. ملکه الحمدلله رب العالمین آمین یا رب العالمین. دعا کو بچه‌م خدا ببخشیشان در گریه نمیشه. مون که بفهمه آسنات خورده دیگه تو مرا بزن لحظه جنگ نکنین آرام باشه. گپا نخ نزن ما تو رو چرا بزنیم میموندی که ما آسنات رو میزدیم. خوب میکنم مربوط تو نمیشه. تو چی کاره که در خانه مربوط تصمیم من بگیری؟ نمیشه. خانه از مادر مربوط من تو نمیشه. چی کاره که در خانه تصمیم بگیری؟ ما اولاد خانه بودیم ما اولاد خانه بودیم. خب چرا دروازه باز کردی؟ اصلا من خراب نکنم. کدام که کدام مربوط نمیشه. تو را چی؟ نه تا مختشه تا خوشت بیا یک ایران توی همین فرد شور خوردنی بر بازار خدا قدم جیب تو خگه درد پا بده باشه بخی بینی من بریدی دفعه یارو گفتیم من در جیبای شرمان ما دست نزنین جیباش دست سیر نزنین. پدم جیب مانده بودم اونم برای گفتم موتی اینا رو کرای را میگردیم چه که فیلی فلس رفتم فیلی فلس آمدم مادرمشان خواست آسناتم خواست که خدا نبینن با آسنات یک ذره پیسه کار دارم کار نیست بار نیست خدا کنه که خواه باشه سلمایشان هم بچم خانه است نیست خواه از بیدار است خدای دیگه نبینن بوتایشان خوب ماندگی هست خدا کنه که خواه باشن خدا خواستم سارا کجا ماندی؟
فردین تو اینجا چی میکنی؟ سلما جان چطور هستی؟ تو وظیفه نرفتی؟ وظیفه مرد تو چیکار داری؟ تو اینجا چی میکنی در خانه ما؟ باش که اینجا یک چیزا که میپولیدم نماز گفتم بخوانم یک جای نماز. نانوری ما چی میپولیدی؟ آسنات ما جای نماز نداشتیم آسنات گفتم ببر در خانه ما هستک. خب باز بچه کدام وقت در نوری ما زدی؟ خب خیر دیگه میفهمی که چیزای شخصی انسان میباشه. ما گفتم باشه اگه پیدا آسنات چرا خودش اومد؟ دروازه رو خلاص کرد میومد خودش. خواب بود ما اومدم گفتم باشه اگه یک چیز پیدا شه یک نماز. چی میکردی؟ به من دروغ نگو چی میکردی؟ خلاص هیچ چیز نمیکردم نه که باز اومده بودی کدام کار دیگه کنی؟ نه من نمیفهمم نمیشناسم. نه من تو رو خوب صحیح میشناسم خوب آدمم خستی. چی میکردی فردین باز چرا نمیخوانیم اومدی؟ اگه چیز کار داشتی خواست نداری میکردی. خانه خوشیم است وی اصلا بخرم کدام خوشی؟ وی خانه خوشیم است. آسنات چرا این نکردی؟ آسنات خواه است. آسنات چی رقم حساب میکردم؟ میگه آسنات جای نماز کار داشت باز میگی خواه است؟ ما کار داشتم خواه است. او خواه است. چی میکردی فردین اینجا چی میکردی؟ هیچ چیز نمیکردم. چی میکردم؟ چی میکردی؟ برو وظیفه نرفتی تو؟ ساعت 9 نشده؟ با تو چی وظیفه مرا؟ تو میال خواه بودین امیال خستی. خواه بودی. تو کی گفت ما خواه هستیم؟ چی میکنی؟ امیال چی میکنی خلاصه برد بگو. من میرم هیچ چیز نمیکنم. میرم پس خانه. وی خدای توبه در داخل خانه ما اومدی انوری ما دست میزنی میگی هیچ چیز نمیکردم. انواری آسنات هم از دیگه تنها خسته نیست. انوری آسناتی نیست. انوری آسنات در داخل است. خب خیر حالا خب من گفتم حتما نمیست کار داشتم. چی کار داشتی بگو تو؟ جای نماز کار داشتی؟ جای نماز در خانه‌تان پیدا نمیشه 10 سال کس نماز نخوانده خانه‌تان. خب در اونجا بود یک دانه مادر گپای ناخ نزن یک منطقی خوب بزن. زیر سر چی میکردی فردین چی میکردی؟ هیچ چیز نمیکردم. چی میکردم؟ میگه هیچ چیز نمیکردی. صدای تو بالا نبر کلی خواست. خواست میخزن کجا چی میکردی؟ این خانه ما چی میکنی تو؟ میرم پس خانه خود میرم کجا؟ اصلا کم بود کار تو هم شروع کردی آمدن دیگه خونه پات. خانه خوشیم است. خانه خوش. ما جب خوش شوی خفه شوی. او بچه اصلا خراب نکن. بیا برو خود چی میگی؟ چرا بی خبر اومدی که تاسلوت میومدی؟ حال تزنگ زده بیم تک زده بیم خانه خودم است. خانه خود کدام خانه تان؟ کدام خانه تان؟ بخیر رفت شما دیگه چیز ما را. دقیقه ما نیستی از ما قطع برید کردی. فردین چی میکنی؟ از خبرت خود دوزوری معلوم میشی. چی دوزوری هستی؟ دوزموز نگو. مادای خانه دوز هستی تو لو یه دوزی نبودی یک دفعه. البته فهمیدم دیگه شما دختر. اینجا خانه خودم است مرد دارم در خانه میرم میایم. خانه کدام خانه تو؟ کدام خانه تو؟ خانه است خودم. من که دختر خانه هستم تو داماد خانه کدام داماد؟ داماد گریختگی؟ فرزندی را گرفتن دختر. سلطانی ری فردین صبر کن تا دقیقه. فرزندی کلان دختر. فردین اصلا من خراب نکو. او دختر دیلان ایلان. کلان بچه‌ستی به خدا. شرم یا چیز نمونده. فرزندی. کلان دختر هستی. راست میگم فرزندی. فرزندی خودت هستی. فرزندی. غیرت تو نداری که بری کار کنی. لعنتی انسان لعنتی خاک بر سرش. این شرم یا نمونده هنوز میده خانه خودم برای فرزندی میگه. لعنتی را. صدای فردین است. خوردی؟ بیشرف لعنتی پس. بده بیا. فردین چی شده؟ لعنتی باز میخواست دوزی کنه از خانه ما. یک دفعه دوزی کنین عیان نکردین؟ آسنات. آسنات. آسن چی کردی؟ در کار خودشم چی کردی؟ کشت خورم من. مادر چرا چی شده؟ چی شده؟ سلما رو که چون بزن. الله خود در کار خودشم آسن چی کردی؟ سلما دخترها. الله چی شد دخترها؟ سلما چی شد؟ سلما مادر جان چرا؟ خیستید خواب؟ دخترم کجا بودی؟ وی چرا ما؟ الو چرا چی شده؟ داشت پس خانه که تارزو نون تیار داریم نون تیار است چرا؟ یک رقم خوابت دیدی مادر؟ سرم رفت دخترم سرم. خوابت دیدی؟ لا دخترم تو خواب بود مادر جان. گذشت بچه. چی دیدی چرا؟ چی خواهد یک رقم؟ هیچ بچه هم تو خواب کدام گپ شد مادر؟ چی دیدی؟
دخترم خوام ندیدم یک گپ برات میزنم. چرا مادر؟ بچیم این گفتم دادل می یک گپ گشت گفتم برات بگویم جان مادر. بگو مادر جان صدقه چم. تو خودت دستی که دختر من نیستی، بچه من نیستی، بخچه دلم هستی دخترم. مادر جان چرا؟ دختر نازم ایتو کو بچیم ام گپ مادر تبیگی دخترکم. که چای پرتم. او دختر تو یخی خود چای نداری تا من چای آورده بودی؟ خود چای مانده جوش میکنه دیگه. آمده قرنج پیش من متکل شیشتی. چای دم نمیکنی یکی بدین تو تاش نگردی تا بلوز دیوز که چای برام بیاری. که اون فردین خونه وقت دست خواه خیسته گوره فردین وقت خیسته. او را رایی کم که آل فردین چای هم دم کنه که تلویزیون داشت چای ماندیم سر گاز ماندیم چای آل فردین رایی کم که برو تخم نان بیاره. تخم نان بیاره. هرچی میگم بخه نمیخیزه از خواه دیگه. دو بخاطر زبانو بخاطر تو بانه خاک می سر میاد دویتون. خدا دویتون بزنه. دیگه که بیشتر سر مگنز کردین. یک گیلاس چای پیدا دی خانه نمیشه کدام بخوره. ده بجی روش میدی مدد گرفته. ای خدا جانه چه رقم کنیم این زندگی چه رقم خواهد شد. باید یک کار کنم این حق خود از مادرم بگیرم. بریم به فردین یک دکان چیزا جور کنیم. حداقل خوب کار خوب بکنن نی کار دارن نی دیگه. تو چی وقت اینجا قدر اما گپ بزنه آخر تا آخرم خود نمیشه که کدام باشیم. باید یک کار کنیم. ای خدا جانه. یه در جان در پیش خانه ما یک زن بیوه است. کالاشویی ها میکنه. بسیار زن خوب است. من میرم کمبره برای تو بگیرم. تا کی بیادر ترکایی باشی. همیش که میام تو دیگر خون. اگر تو بکنی نکنی مونمو رو برای تو میگیرم بیادر. یک پدرش است ناموس دیگر هیچ کس ندارن. بسیار یک سنگین بسیار یک خوب. میام کلاگه کای من میشویم. دختره که تو چگرکم داره بسیار من خوش اومد. با خدا تو چیز زیاد خوش اومد. خدا دختر بسیار خوش اخلاق. امور دیگه بیادر جان. زنده باشه خوار حالا ما کدام گپتان در زمین انداختیم. ما میگم من بچه اول قندش خورده میشد. صدقی چه من تو که زنت اومد از بچه هم خورده میشه. همین تو یاد رو بگیرم تو دل مرا جمع بساز به خدا دیگرم کنه. من اینا میرم صدقی چه. برو خور داری تو نگفته نمیتونم. صدقی سرت چیام کنیم. برو پناه کت به خدا. برو بخیر بری. ای خدا. خیلی الله. همین خوار هم راست میگه. تا پی خانه تو بی سر نوشت. راستی که میزن نباشه در خانه این چیز. با این خوارم بیچاره تا که جنجالای ما را بکشه. دادوس رو باید ما این آمد شکر. انا با خدا دیگه باید بگه. برای که چی میشه خوارم برای بخیر. خدا مهربان است. چاره چیز. سلام علیکم. و علیکم بچه مو بشه. بیا بده. بیا. کجا همین پدر؟ حمید یک چکر بیشی. خب جان پدر خواهده پس کدام حمید بیدر نمجک گفت که دمینه همسایگی ما کدام زن است کدام زن جوان است دوجا که میشینه؟ دیگه گفت که بیدر نمو شوارش مرده و خودش کتی یک دخترک خود است کتی پدر خود خب گفت که کالوشویی ما را میکنه و ما برم گفت که تازم یک گپ دیم همیشه کارم رو باید دیدیم ما گفتم ما گفتم جان پدر ما گفتم بابای دنوز وقتش مونده نه دیگه پشتمایش نگه بین پدر بومش کن این موضوع فارسی ما کشه چقدر جنجالات چی مشکلات میشه خیر پشت من اگر من خواستم من میگم تو خودش رو تنام هستی و همه بیچاره ای جمعیه است از روز که ما فوت کرده زحمت میکشه بیچاره شب روز اینجا خود انداخته کار بارم سرش است دستام صدق میشه زرد حالا گپ به جان پدر کنه بیت رفت به زن ایوار خود قرار شیشت دیگه وام تو چی نشد اینجا میگه دیدن نمیتونم که اینجا نمیتونم گفتم خب دیگه چی بگم و میتونم بیچاره ما بیچاره زیر جگر خونه ما خود دخترش بوده دیگه همه زیاد تاکید کرد باز ما گفتم برو چی گفتم نمیتونم برو تو یک دفعه بیبی خیلی چی میشه دیگه ببینیم پناه با خدا با چی میشه من مردم خوب هستن آدم صحیح هستن زیاد تعریف کرد گفت مردم خوب هستن دیگه ببینیم بچین توکل به خدا دیگه چی میشه آقا جان پدر من یک دفعه برو بیرون برو تو دیگه شیشتی جان پدر ببینیم توکل به خدا دیگه کمیت هر چی که کرد با سوال میاره بخیر همین میفهمم کلام از خودش من کنم آدم صحیح رو زیرشون کردم
پدر خوش باشه ما خوش هستیم. هرچی که خیر باشه. قال مقال میکنی از خاطر یک جایم خوب گناه من چیست حال بچت نخیز دیگه پیسام پیش ازم حالا بلند نفس که خیز یا نخی تو با من دم که میفهمی که مادرم عملیست میفهمی که مادرکم کلیش گنس هست چای دم که خوب چای تیره دم که بیار اینجا پیشتیم باری یک مرکت نان میخورم چی کنم تخم بلند پس تخم که بود یا نبود اقلا میدیم که جور شای سر میدیم که لغمتی قال مقال میکنی سر این قگبم بیخی امور نسوار پس بزنی خوب است خب بیا گرفتی داری نه دفعه برو فردین بیاره برای دیگه این رقم نمیشه اون نمیاره خرابم میاره تو برو تو از این دکانم کاکاک از این مولدسوار گشتمک برم بیا او دکان او هم دیدم او رو روان کن کاش که بیاری که سر میزده کارام شهر سردردی سرم میکفه سرم گنگسه سرم میگم اینه قدر یک سیر شده گنگس گل شده این بیخی نسوار نیست نه بریم امروز یک تقم بخوریم آسنات جانا چقدر خوشحال شوه آسنات یه نمیشنوی 2 دفعه برات صدا میکنم که آسنات قرار شیشتی چی چرت میزنی؟ ای جمال دوشته سعی که چی آوردیم برات دیگه یک تخم پختای تو هم خوب مزه‌دار روغنی هم تو که روغناشون تو سرش استاد باشه هم تو بخوان تو مدت گشنه شدیم دیشب هم نان نخوردیم یک اینجا پس اراندیوالم داشتم رفتم نان گرفتم گفتم بیا یک تخم نان بخوریم همین چای صبح می فکرای دلارم شب باز گپ می‌کنیم خوب صحیح پخته می‌کنی خامم نیم بند نباشه روغن سرش استاد باشه خوبم تو خوبش مزه‌دار حالا روغن ما از کجا کنیم که ما بیایم کل روغن وقت دیگه پیدا میشه که یک 4 تا تخم دیگه پخته کنی خوبم خوبش پخته می‌کنی که رفتم چی حالا انداختی ماده؟ تو کجا گم از این خواب تو پوره نمیشه از برای خدا چند بجی روز شد نه که چند تا کوری کبوتی داشتم برای تخم نگرفتیم که نان حالا دیگه روغن کردگی هم تو میخوری مردی ما خبر پخته کو خود دیگه را صدا کردم ماتم کجاست تو با من نان خور سبزیتگی آوردی چی بیتن اینجاست؟ باش که کی فردین تخم آورده میگه تخم پخته کو باش خیلی پخته نمیشه اینا مغال مادرم برامد علی تو چه کنم بستم اینجا کدام تی طرف بیا اینجا روغن چه پردیم دیگه پس کنم اونجا اینه مثلا از کن کسی نشد چرا رقم پخته کنیم میگه با بچم خونی خب؟ با وقت من افت رقم بعض از دیگه کل روغن یک خلاص کنه دیگه روز خیلی چه رقم میکنه هیچ زندگی نداره غیر میگم تو روغندار باشه خوب سه روغن هم هست نه او امروز خدا فکر میکنه سبای خدا فکر نمیکنه که چه رقم میشه دیوی کاری هم تو پختن میکنی یا چه میدونی؟ بچه برو ساده بخوره دیگه امروز بیاز ما وقت هم شده دیگه 10 بجی روز ما حال مهاش کارم هست سادش میزایم برو میتونیم بیاز میشه حال باز دو نزنه که نندوختی یک رقم هست برو خیلی مرش پرتیم مرش میگوزم کسی بانجان ما کدام گپ تا نگرفتیم صدقه چرا؟ میفهم که هر گپ ما گرفتی صدقه دختر ناز خوش روی خودشم خوب بگو مادرجان چی؟ اینمی دروازه را ایلاک برای اسانات ای دروازه را؟ ما دختر قندم مادر خروز گپ زنیم خودت گفتی بسته میکنم خیر ما که فکر کردم بچیم اینمی میبینی اینمی خوارد که تو بیخی جدی شده قصد کرده بچیم از چشم ازی با خدا ما ترسیدیم بچیم خیلی چطور کنیم مادر؟ از دست ازی هر کار پور است هر کار میشه بچیم امی دروازه را ایلاک بانشان بلا دا پسشان بیا برای هرچی که میکنن سعی است مادر فکر میکنیم باش که نان تیار است ما برم نان بیارم گپ ما بگی جانم سعی است مادر سعی است بچیم خیلی بخیر دوست داشته باشه درسته اینو ما میریم سرخانه یا روان میکنم نان میرم اگه میگه که اینجا خواهد بد بودم خلاص دیگه دخترم با دیگر خون بشه
به این طریقه خوب بگویم چطور کنم. این رو مچ کنیم باش بانا خیلی جبانم سرا که بسته بشن درم کنم استخار. مادر چرا بابا این کار نمیکنه تو کالاش ایران رایی میکنه؟ بخ تو بچه امسه که در دروازه کست بخیر. نه مادر تا نفت دختر قندم کی بود آمد؟ کی بود بچه؟ زنم سایه آمد. زنم سایه؟ سلام سلام خاله جان. جانکه کجا هستیم؟ نخواد باشی در خانه؟ هستم خاله جان ببیشین. زنده باشین جانم بشین تو. با شما این خبر بگیر مستر ثابت نبود. کجا هستی؟ چی بکنی؟ هستم خاله جان امروز در خانه هستم دیگه نرفتیم سر کار. سر کار؟ نرفتیم. چطور من است بدون خاله؟ نادل آمد میگم خدا باشی نباشی رفته باشی در کار. نه نرفتیم امروز باش خاله جان. خبر بگیرم چطور است پدرت خوب است؟ خوب است شکر خاله جان. خب شکر کم جور است شکر که جور است بچه. تشکر میگه به خدا خاله زیاد جان. دلک میتپید گفتم باشم دختر خبر بگیرم که چیز کار داشته باشی بگو بچه خوب برای من. تشکر خاله جان خیر ببینی. دیگه جگرم زیاد برای دخترم خون میشه. خود دیگه از دیگه نصیب قسمت تقدیر رقم میشه دیگه. گاهی پایانی میرادم گاهی بالایی میرادم. خب بسیار از دختر درم میره دم دلم شیفته به خدا. هستم خاله جان به خدا. باش ما برای چای بیارم؟ نه چای نبیار بچه دلم چای نمیشه قربان میشم. انشالله چای کم وقت است. بخیر کوشش کنم بمیرم. یا من شو مونده سیاه گشته پس مونده شو مونده یک پیرچه که زیر خانه دم نمیکنه وقتا نو مریم بود که کار میکرد آلی برزو میمونو خلاصی خانه بخی این پراگنده خلاص سرشان تقسیم کو برشان بگو که وظیفه کی چی است که بفهمن کار خدا نه ما اومدیم اینجا چای بخوریم نال چای درک آلی بخیر تا 10 بجه خواب میکنه تو چرا بیدارش نمیکنی بخی بر کار تک من خب خواب میگم تا 10 بجه برش بگو برش افطار بتی بگو دخل تو 8 بجه صبح اگه افطار نمیکنه داخل 8 بجه بخی چای دم تو مادر مریض است مادر تکلیف میده داره مادر ممل داره اسکالیش این قلر میشه که چای مای نخوره چی بگویم از تا پاس شروع که گمش کنیم تیر ما را از همین کار این چیزا اسوار تا پاس شروع کنیم کلی حالا جیبت نداری یک ذره نه ندارم سیکرت دارم نه سیکرت خانه میذارم بر خود گرفتی میگم بر خود گرفتی وی شکسته با خدا یام شکسته نام چرا میگم شکسته از اون نیفته باشی نه از پیسه داشتم رفتم تخم گرفتم کدام پایین پیش مونده گفتم مرا एकदम سیگرت بده باش کار همون پایین پر یک کمک نسوال بر من باش کار خبر نشه که نال باز یعنی گپا کلان جور میکنم بمش که به خدا بچه دیوانه خواهد شدم که شما دیوانه خواهد شدم خوب بود خواهد کل کارم میکرد نال میگه باش هم بخیز کار کنه هم نمیکنه یام نمیکنه این چای سکی هم یخی از شو مونده یخ خب چی کنم سک چی کنم یک گلاس چای داغ باشه دختر چای مونده یا نه من چای آرام میکنه یک ذره بس آز مادامی رگمی تو پخته کنیم امروز چی؟ خبر بختار که خرده دیگه که گفتم بگو نه نبودن تو بگو خلاص سوارش باز که گوش نشایی طرف تلاشی میکنه چی هستی؟ بگو ندیده بگو من کاری باش امروز کم تیز بکنیم از این 8 9 بجه که تیر شد دیگه جمینانم دلادم نمیشه همین چای صبح جد دلادم میشه چی میفتمی؟ قال ماغال بد میگه تو نفر هستی خب چطور کنه میگه فردین رفته بود پشت چی؟
باش که پروین اومدن آب بیشتر میگه ما چون ما پیسه داشتم سر کسی گرفتم گفتم حال امروز پیسه داشته گرفتی سبا چطور میکنی که چی کار نمیکنی که بود میخونه که نبود امی در دلم درده خاطر از امی بچه دروازه برای سلما خوارد گفتم بچه از امی احسانات ما ترسیدیم بچه و خدا از چشم از ترس به کار است و خاطر از این دختر من که دیدم این کارای از این امور دید که دروازه رو سرما زد و تیله کرد و واس کرد تو سباز کردیم مادر دمومش رو خیال خلق کردی اینا باز آسونات موضوع آسونات یاد میکنیم بگیریم چی کنیم فیسبوک کنیم مش بگیریم شما بخوریم بگیریم برو میگردی با تو مادر برای نفر نه گوش بچیم برای که میخوره یک تو برو خوش داری فهمیدی دخترم گفتم دروازه رو برای آسانات واس که گفتم خوب کردی مادر از اینکه قدر جنجال شود کدام گپ برای مو خوب است که دروازه نه دخترم میبینی که چقدر شقب است بگم خیلی خواه صبح شیطانی میباشه مادر باز میکنیم دروازه رو خود زیاد طرف رفت آمد نکنن من براش میگم که یک دفعه ببینی هر روز چون اینجا باشه آسونات خب بازم خوب است که فردین رانت ای طرفا تی پخته کرده دخترم این آرزو جان نمیگل صحبت کن پخته کردن دختر نسوختم بی نه مادر قواره شانسی آمده چرا تو سیاه آمده بس یا مر تو سیاه رو زیاد انداختی هر چیز انداختم دش از خاطر قواره مادر جون رو نخ کن مریض نشی گمش کن پنیر بخور به خدا نه کم کم میخورم برو خودت بخور نه سایکو اجازه میسوخته تو سایکو من نمیخورم بخوره مادر روغن سوس کن مادر کلامی میسوختی سایکو تو نه مادر جون مقصد مریض نشی بچیم دختراشش نکرده باشی میگم نه مادر تو قواره زم تو سیاه سوخته آمده خب سعیز بخ مزاق کردم بگی نه بگی خیطان بخور مادر سایکو تو دختر ترش خندی میکنه سرم خب شدن هم خدا یاد میگیرن توی دخترش دیدیم که یک مجاز که دیدی که بره خالی خیلی نیستی شیری نیستی کو دوست داره هر قای بیا بر دختر خود بازار توی بازار برد میکرم خب ما دختر قند هستی نظرتم تو زن خوب است خدا که خوب دخترک هستی دخترک زیاد خوش میامد یا هم تو را خوش داره خاله جان ما کلتان خوش دارم بچه بسیار یک دختر با میر با محبت هستی اخلاق زیاد خوش معامله خودتم خاله جان ده دلم شتی حالا قربان که همی چقدر زیاد نمینداختی بر من قربان دستای تگری من یک خوشم ندارم چایه خب خیر است خاله جان گلاس بخورید چی شد خاله جان شما در روزا کار نداشتید زنگت نامد کالای چیر یا که با کاری نه خانه با خدا قدر دیگه کالای با کم است قدر زیاد نبود باز که شد چرا نیستدک میکنم دیگه سعید خاله بسیار جان خود در دلم ششتی جان خالی خود من گفتم چطور در روزا صدا نکردید زنگ نزدین ای دلم نمیخواه یک سرت کالا بشویم باز کار کشت میایم پیشت باز میایم سعید خاله جانم بیا 1000 دفعه چرا نه 1000 سال زنده باش یک بیایم که دیگه ایران بودی جانم ها دیگه زندگیش بچیم شکر که یک دختر خوب با محبت هستی یعنی میگم فرستم بسیار میره در دلم ششته ای کاش که پیشی دیگه کت خودم باشی دیگه الان خیر از خاله جان همسایه هستیم میبینیم یک دیگه آره خواهر مادر باید که دیگه هستیم بچیم میگن از صد خیش که دیگه همسایه پیش میباشه باز یک طور همسایه فکر نمیکنم بچه حتی فکر میکنم که همه زخانیم باید باشی پیشم باشی خاله جان خود زیادتر روزا هستم بخاطر ما با کاری دیگه نه می باشیم زیادتر روزا عادت کردیم که یک دیگه ما نه بچه عادت کردیم با خدا جگرم زیاد خوب میشه برد چون که آمدم خبر گرفتم پدرتم کم بخورد دیگه سلازوام که ببینم جگرم زیاد خوب میشه خودتان سنت تفلکم خداوند یک دل بر ما داده دیگه هیچ نمیفهم چی رقم یعنی هر چیزا که میبینم بسیار جگر خون میشم یک بیچارگی رو غریبی رو ناداری ناچاری سر کلگی تیر شده بچه حتی نیست سر یک نفر باشه زندگی سر کلگی از بخچه بلندی داره دیگه سنمی جوانی تو که میبینم دیگه بسیار دیگه دیگرم خون
خب باز میایم پیشک. بیا هزار دفعه خاله جان قدم های سر چشمای ما چرا نه؟ آمدم که تانو ببینم. خب اجازه مدگر رفتم من خود چایم باش که افشو بکنم که بیشین خاله جان. نگر نمیرم کار دارم بچه. حالا چای تخمی خوردی؟ نمیتونم بچه. رفتم دخترک شیرین من. رفتم بچه. باش مکه تلون دروازه رو بیاریم. نه بودی چیز نمیدونم. بطای خاله رو بر؟ بچه نه دختر قندم. نه قربانت شم. برو خیر خاله جان تلون دروازه رو خکرت میایم. بسیار شیرین دختر است که. خودت شیرین است خاله جان. حالا باش سرخون مکر شبر. تو یه چیز نمیگی مچم چی گل سرسبت برماردی اینجا دراز لاش شپرتو بخی کار خود کنه. دیوار پاس پیش اگندیوان سرش داشتم چند روز پیش داده بودم شما اونم پاس گرفتم آقا. رفتم گفتم بیاد چه صبحی دیگه تخم خب بخوریم ما تو. حالا بچه باید کار پیدا کن. امروز بخوریم صبح چطور کنیم صبح بخوریم دیگه صبح چطور کنیم. تا بکی خوازاری که محتاج باشیم. خب برو کار کن. امروز ساعت به کار کنیم 5 تا نمیشه 5 تا صبح ما تخم میشه. این دفعه گرم بعد اومد متاسکل مسعودا میکنم. اوه تو دقیقا سودا کردن من دیگه متاسکل نیست تو کار نیست مادر خب هر روز میبریم پشت کار نیست خب منم دیوانه کردن نمی عزیز تو میگی مریم میگه آسنات میگه کلشان میگه نیست با قرآن کار نیست با خدا کار نیست ما پشت کار میبریم کار جل میشه ما بسم الله. او بچه دمنده ایست ماشین کجاست من نمیتونم پلاستیک میارن در به این طرف بمی چیزای دست فروشا کس نمیاد کاتیم دست فروشا تو هم پلاستیک بگردم و زنا کار چیز میخواد خاله بیدین پلاستیک پاس در پامیتیده. که خدا کتا پیشان گالم گرفتیم باز ما بریم پلاستیک سودا کنیم. خیلیش یه تا کریزا شوی دیگه خدا کتا باش خیلی کار پیدا میکنم خاله من دیوارم پیدا میکنم کار صحیح. کار پیدا میشه ما کلا اگر گفتیم ما پلاستیک فروشی کردن نمیتونم کل کار پیدا میشه. بیار گندان بیار گوش تخم رسی. باش بابا باش من خراب کنه کردن شور نباشه. امروز یک خانوادگی کل ما یک تخم میخوریم. به نظر میگم میخوریم. ما تو گشنه شدیم دیار بریم. چای ماندیم بچیم. ماندیم. واه بگی. تو نانا بخون. صبح یک ذره وقت بخوریم. بگی بچیم بیا بخوریشی. یکم خواهد چای بانی نان بخوریم. حالا من خواستم شما هم در پولی مغربی بچه من تکلیف میده دارم من مریض هستم غم مرا بخوریم. یکی هم بچه میاد نه نسوار بری خوب زنبورک بیاری یا گشتمک کردی بیاری خوب یادت نره خوب بان بکشم بخواستیم اونم مرچ من آب نبرد مرچ زده میشه مرچ که یک زاد میخونم این نمک ننداخت مخدوشتم یا چیز پخته کنه حتما یا به نمک است یا به مرچ است یا به سیب است کدام تا پخته کنید عریتان خب پخته کردیم دیگه حالا چی کار داری خوب بخور چی رقم شده بریم خود صبح دروازه خانه کوچه‌شان باز چقدر گشتیم پیاده روی کردیم خانه همی دخترکتم رفت مگم دختر بسیار روزگارش خراب است. دیدی خانه دختر ما که گفتم هفته هم معلوم نمیشه دیدی این که کولیگه کش بود سایک بازمی خانه از اینکه هرچی نباشه خانه ملاله جان سی کولیش کلان از دلواز است نه باز اگه بود تنگه که ما سولیش باز از اینکه اوجه خوش هستم او به خاطر دختراش بسیار رقیص نه دختراش هم رقیص هم کلان کار است. آفرین کلان کار است زیاد یکی دعوا و جنگ است اینجا خوراک خیلی دیوانه شدیم به قرآن یکی دعوا یکی جنگ قال اوجا چپا چپی بودی دیدی بی خوب شد خور که رفتم خوب شد کالایت هم تبدیل نه او خاطر ما گفتم خوشیدن کالای ما تبدیل کردم کالایت هم دختر ما هر وقت که من کالای چه بازی چه قنه میکنم دختر هست قش نداره کالا شیچی را باز میرم خانه نواسی من کی بودی؟ کی هستی؟ کی بودی؟ زنم سایه آمده بود پدر جان اینجا سرای زنم سایه چی میکنم؟ تو کار نرفتی امروز؟ نه امروز زنگ نزده بود حالی که سرای هست که زنم سایه چی میکنم زنم سایه اینجا؟ برای گفتن آمده بود پدر جان حالا ما که نباشم هر خط خار بیایی یه در یک بوال گرفتن سرای چی هست که
کی میگه زن همسایه؟ همون تو آمده بود. ما کدوم روز خانه زن همسایه رفتیم که ناخلاقی زن همسایه من چی میکنه با تو از کار غریبی ها مونده های چی میکنی اول تا چی میکنی امروز تو چرا کار نرفتی؟ پدر از کالاشوی زنگ نزده بود من کالایشان عمرش شده حالا مردا یک کار یاد داره که یک بودرنگی نبود یک کار دیگه میکنه این نام خدا چطور بچه است؟ نکو گمش که بان که چقدر من تعریف کنم از تو که من تعریف زیاد دارم باشه هم یک دم خود نگیریم ها هم یک دم خود نگیریم دم بگیم خانه بریم که گپ زدن میتونیم بیا بیا هیچ کس خبر نداره هیچ آدم ها اینجا بیا غرق شو یا هیچ خبر نمیشن بقرون ماشین هایشان کس ببر اگه هیچ یا خبر شود اودا نه ماشین های کالاشی کالاش همینجا خو این نواسا که از الان نفس چی بگم همه قبی پروا همه قبی پرواست یعنی بخو باد کو تکبر هستن تکبر نه به حد تکبر با هستن دوج و دختر نواسی منو قدک زیر گل نشوه خودش خوب هست آرزوگه کس نامش نه از او چی نمیگم مواجان از نواسی دیگه با دختر شهرداره باز نیست شیطانه که چیز خوشم نمیه قدک از زیر خاک نشوه با دوستم دار و جانم مرگه اینه میخواه گب در دلش نمیمانه او الو یک گب دان یک گب دان یک گب گوی بریم نواسی تو تعریف نکردم نگویی که چرا تعریف نکردی از نواسیت که آمده تعریف نکردم دیگه چند تا میموندی که تعریف میکردم خیره شازاده بچه میشینیم ما تو زیاد میشینیم بیا خیلی بریم خب برو یک چند تا قلم بگی دیگه دخترها واره برو کار کو من خو مریضی من خود دیگه کارم نمیتونم خب میبینی که دست پای من به تو شل از شل دیگه تو هم کار نمیکنی پدر خب قلم فرشی برم خوب برو نازانه خودم پیش ما شانده چی برو زنم کنم ها؟ اول گرفتن چی قصه کردن چی میگم؟ گنگه هستی؟ بخی برو شام که مادرت کار بخی گل بابونه پیش نشده کل بیکارا اینجا سر من انداخته خود آمدی بخیر سلام آخور چی کردی؟ رفتم بیادر جان خانهشان خوب شکر دیگه دختره که دیدم پدرش خانه نبود چیزی نگفتم دیگه به خدا زیاد دقیقه خوش هستم دیگه صدقه چیم دروازیت بخیر باز میشه دلم خوش میشه پناه به خدا خیره بخیر باز گشته باز بخیر نمیزید یا برو بیازم میرم آلیدا نمیتونم دیگه یک دقیقم که بگویی باز آمدی دیگه تا اونجا تیار برات میمونم مگه طولم خوردم خیره خیره خوب شد میگم تفلکش یک خوب دختره که دیگه تو هوا خدا خیر بدید خور خب بیا که بریم پای خانه بیا که بدانک تا برد کیر کنم شکر کنم زنده باشی شکر خور که هستی شکر که تو هم هستی برو زنده باشی خور بیا ما چی دشمنی را پیدا کردی؟ امیال ما خودم چیز بد نگفتم فقط ده بگم اونجا پرتی چی زبان بازی را انداختی باز؟ هیچ زبان بازی را انداختیم گفتم قوریت خوشم نمیاد از خاطر از دور انداختم که زود خانه برم معنی اسناد که از بچه ما دوست داره فردینه چی؟ آها فردینه زیاد دوست داره از خورترکی پشت فردینه گرفته و تیلا نمیکرد هر دقیقه خانه ما بابانه میامد هر دقیقه خانه ما بابانه میامد باش گفتم یک دو کلمه گپم باید بزنم بیادرکم دیگه خانمش که دو تا طفلش فوت کرده دیگه شما رو که آمدم دیدم که فامیل خوب هستین سمیرا جانم زیاد خوش اومد دختر خوب بود نیست حقیقت داستان در دل جای نته میگه پاره آل که مزرعت خواهی کردم تو آشتی کنین بینتان نه ما دیوانه نیستم ما خر نشدیم تنوزه که چاپل 30,000 باور کنم تو سعی که گوشه شمی من قدر خود کرده اما قراردار نیست که بو یک دیگه کنه ببینیم ما چی میگی چی؟ اون رو امیر پر کرده یعنی کنم کار کس شروع کرده سر ازی